آقا همینجور که داشتم برای خودم تو دیجیکالا میگشتم که یه شکار خیلی خوب گیر بیارم. البته نمیدونم شکاره یا نه که رفته تو پاچم یا که این بالم لب ستایی رو پیدا کردم که 100% فیکه. از چه برندیه اصلا؟ دراگان رانی. نمیدونم تا حالا شنیدین یا نه، منم نشنیدم. بیام با هم دیگه تستش کنیم. اولین برق لب قشنگو پاپ کنم از رو لبام. خب هرچیمون تینته بادش کنم. آی ناخونم. 3 تا رنگ مختلف داره. این سفیده رنگی رنگی اکلیلاش، این صورتیه و رنگی رنگی اکلیلاش، اینم که سفیده و طلایی اکلیلاش. خب اول صورتیه رو میزنم. اینم از اپلیکاتورش. سبکه و خیلی قشنگه. بیایم بعدی رو با هم تست کنیم. پکیجینگش خیلی قشنگه و خیلی خوش جنسه. این انگار که شیشه است و جنسش خیلی خوبه. راضیم از جنسش، راضی بودم. از جنس خود برق لبم راضی بودم چون که خیلی سبک و خوشبو. بوی هندونه میده، طعمش هم طعم خاصی نداره. بریم رنگ سفید رو تست کنیم. دارم خوب میشم. اینم دقیقا همون بو همون طعمو میده، فقط رنگ اکلیلاش فرق میکنه. خیلی قشنگه واقعا. خیلی خوشحالم که خریدمشون و فکر کن 3 تا هست. قیمتش هم فکر کنم 80-90 تومن بود. بریم که طلایی رو تست کنیم. خیلی قشنگه. البته شما هم نظراتتون رو بهم بگین. دوستتون دارم. راستی لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره.